قطعه مرغ سحر از سیم زرد شروع میکنیم. سول دو دو دو، مثلا نوت دو رو میتونیم دو راب بزنیم. سول دو 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 لا سی، سی ریز دو، تکرار میشه. سول دو 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 لا سی دو. بعد از همین دوی سیم زرد مییم به سیم اول. دو می می می، می اول مثلا میتونه دو راب باشه. ره در سیم زرد دو لا سی دو با سیریز داشت. انگشت سوم میاد رو فا، میگیم فا فا می ره می، دو از سیم زرد دو ره می سول فا. این ره به می یک اومد جلو. بعد از که فا رو زدیم میه عقب. ره می دو ره. انگشت سوم میاد رو سول، سول سول فا می فا. ره رو از سیم زرد میاریم ره می. انگشت اول میره رو فا، فا لا سول می فا. برمیگردیم عقب، باز برمیگردیم عقب. ره می دوباره فا فا می ره تکرار میشه. فا فا می ره می دو ره می سول فا ره می، دو از سیم زرد دو ره و نهایتا تو سیم زرد میگیم دو لا سی دو. بخش اول مرغ سحر هست. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. جای شرر ما این نفس را در شکن روزی روزور کن. بلبل پیوسته ز کنج قفس درآ، نغمه آزادی نوع بشر سرا. از نفسی